سلام بچه‌ها، خوش اومدین به پادکست روال. من بابکم. طبق روال همیشه با یه آرتیست خفن صحبت میکنیم در مورد زندگیش، در مورد اینکه چجوری به حالا تصاویری که داره خلق میکنه میرسه و چه چالش‌هایی رو توی زندگیش پشت سر میذاره. مهمون این هفتهمون بمبم گرافیتی آرتیست، گرافیک دیزاینره و آرت دایرکتور که بریم جلو و ببینیم که چی کارا میکنه. خوش اومدی بمبم. چکرم. خوبی؟ بد نیستیم خدا رو شکر. چه خبر؟ هیچ، سلامتی. خبر خوبه. آره خود دیگه گفتی دیگه، من بمبم دیگه چی بگم. چکرم. مخلص. آقا من 3 تایتل گفتم برای کار تو، گرافیتی آرتیست و گرافیک دیزاینر و آرت دایرکتور. بله. با کدوم اوکی اول بریم سراغش؟ هر کدوم خود دوست داری. همه رو باید توضیح بدم. میتونم برات از چیزام بگم. یعنی مثلا ببین، من این 3 کاریه که الان دارم میکنم، ولی مثلا قبلش خیلی کارهای دیگه میکردم. خب پس بریم سراغ این که این پروسه از کجا اصلا شروع شد. از بچگی، از مثلا 14-15 سالگی من کلا دوست داشتم نقاشی بکشم، ولی خب نقاشی رو دیوار خیلی به من حال داد. دفعه اولی که رفتم کشیدم مثلا یه حسی کردم که اصلا با هیچ چی ارتباط برقرار نمی‌کردم به جز این کار. پس سر همینم شروع کردم این کار رو هی تکرار کردن. وسط راه هم کلی آدم دیدم، ولی خب یه تایمی ازش دور شدم، یه 2 سال 3 سال. چون که درسم مثلا یه چیز دیگه، ریاضی میخوندم و سر همین دانشگاه قبول شدم، باید میرفتم دانشگاه، ولی تش به اینجا رسیدم که اصلا اون رشته‌ای هم که دارم میخونم و دوست ندارم و کلا عوض شد. آره کلا اومدم بیرون. سربازی رو که معاف شدم اومدم بیرون و شروع کردم خودم رو ساختن. حالا تو این خود ساختگیه، چون که خب خانواده‌ام منو ساپورت نمی‌کردن، همه کاری کردم. مثلا هر جا بهم کار میدادن کار میکردم. چیزایی که گفتی خفنه، بذار تیکه تیکه بریم توش. از بچگی که گفتی شروع کردی دقیقاً کی بود؟ 14-15 سالگی. چجوری؟ یعنی میخوام بدونم استارتش چجوری بود. یعنی یه روز گفتی اولین اسپری، اینم دیوار. آره گفتم این طرح رو من دوست دارم بزنم رو دیوار. خب از کجا اصلا این افتاد تو ذهنت؟ ما یه سری دوستای بچگی بچه محل بودیم، تازه فهمیده بودیم گرافیتی چیه. بعد بچه‌ها به من گفتن که خب این کارو تو امتحان بکن ببین چه شکلیه. اون موقع توی بودم دیگه، رسما هیچی اصلا حالیم نبود. رفتم اولیشو زدم توی کوچه بنبست تو محل خودمون و اینا، خیلی باحال حال کردم. دومیشو رفتم زدم، بعد دیگه هی شروع شد دیگه، هی انگار مثلا اینجوری بودم که میخوام برم این کارو بکنم و ریز همین شد که فهمیدم کامل گرفتی چیه، چه خبره، بازی چه شکلیه، اصلا من برای چی دارم این کارو میکنم. چند وقت طول کشیدین؟ یعنی از 14 سالگی که رفتی ته کوچه شروع کردی گرافیتی زدن، چند وقت طول کشید که بفهمی که خب اوکی این دقیقاً همون چیزی که میخوام و خیلی جدی‌تر دنبالش کنی؟ ببین 17 سالگی دیگه خفن داشتم کار میکردم. یه سری دوست داشتم، یه سری که 2-3 نفر بودیم با هم دیگه کار میکردیم. با اونا شروع کردم هی رفت آمد کردن و جاهای مختلف کار زدن و اتفاقای عجیبی که برامون میافتاد. و چه اتفاقی؟ مثلا یه شب 2 تا از دوستای من که مثلا من عضو یه کرویی هم هستم اسمش ولگرداه، که الان خب همشون یه ور دنیا و نیستن و اینا، حالا یکیشون هست، 2 تاشون هستن اینجا ولی اونجوری کار نمیکنن. اون 2 نفر رفته بودن سر یکی از دیوارای مثلا معروف شهر که مثلا یه نقاش خفنم بود، پایینش یه ولگردای توپل زده بودن و فرداش همشهری اینو چیز کرده بود که ما میخوایم پیگیری بکنیم اینا رو پیدا بکنیم، چون مثلا ضرری که زدن. بعد که بعدش مثلا داستانی که شد، ما رفتیم یه دونه کار دیگه زدیم، بیگی منو مثلا اگه میتونیم ما رو کچ میفیکن از این داستانا. یعنی مثلا خب به نتیجه هم رسیدن؟
نه کلا که نه نرسیدم. خب خوبه، چون یه ذره ترسناک میشه اگه به نتیجه میرسیدن. خب پس تا 17 سالگی در واقع 17 سالگی اون ولگرد مال 17 سالگیه یا قبل شروع شد؟ همون 17 سالگیه، چون اون موقع رفتم دیگه. بعد به صورت آکادمیک رفتی سراغش یا نه؟ نه نشد. یعنی وقتی که خواستم به صورت آکادمیک برم، خب گفتم که معاف شده بودم، اومده بودم تهران دوباره، چون تهران درس نمیخوندم، یه جای دیگه درس میخوندم. اومدم برگشتم تهران و اون موقع اومدم گفتم بذارم از این دانشگاه آزاده که بدون کنکور ثبت نام بکنم. رفتم ثبت نام کردم، دیدم وضع آموزشی کشور بد تخمیه. چرا؟ استادا تخمی بودن، استادا آدمایی نبودن که بشه گفت بهشون تحصیل کرده. تو چه رشته‌ای؟ معماری. آزاد داره. و خب حال نکردم و مثلا چیزی که اینا داشتن درست میکردن یه سری برده‌ای بود که نقشه کشی بکنم. حالا واسه این کارا رو دیگه دیدم ندارم، واسه همین بیخیال شدم، گفتم خودم پیداش میکنم دیگه. رفتم میگم همه جا کار کردم، اسیست بودم، کارگر بودم، پادو بودم دیگه. فهمیدم. بعد تو این پروسه از 14 سالگی تا به الان خب سخت‌ترین چیزی که توی حالا همین موضوع گرافیتی باش دست و پنجه نرم کردی چی بود؟ برای خودت ها، نه حالا لزوما تو شهر یا یه کسی بخواد بیفته دنبالت، اینا منظورم نیست. اون وایبی که خودت داشتی یا چی برات بیگ دیل بود؟ سخت‌ترین موضوع چیزیه که همه الان بچهای دیگه هم باش درگیرن، اینه که دیده شدن بود، به کار خوب رسیدن بود. اینکه تو پول در میاری میری جاش، به جای اینکه مثلا بری واسه خودت چیزای خوب بخری، میری اسپری میخری که بری دوباره اون کار رو انجام بدی، هی تکرار بکنی. همین سخت‌ترین موضوع این بود و سخت‌ترین موضوع اینه خیلی که چیزا زدی تو زندگی در واقع به خاطر این داستان. آره از خیلی چیزا زدم، سر همینم. و پول در آوردنه خیلی داستان بود که اینو در میاری میری اینجا خرج میکنی، همش لنگ بودم. بعد از این راه که طبیعتا پول در نمی آوردی، از چه راهی پول در نمی؟ ببین یه زمانی میگم مثلا پادو بودم، بعد اسیست یه آرتیست دیگه بودم، یه مدت با همه گرفتی آرتیستا با هم دیگه همه میرفتیم کار سفارشی میزدیم که اون از اونم اصلا خوشم نمیومد، چون که خب کارفرما کلا کارفرما تخمیه. یعنی کارفرما درست حسابی من خیلی کم دیدم کسی که مثلا بگه آقا بیاین این کارو خودتون انجام بدین تموم بشه بره. چرا؟ به خاطر چه رفتاری یعنی مختلف، پول ندادن هست، وقتمون رو گرفتن هست، طرحی که میخواد بزنه طرحیه که من خودم نمیپسندم و گوش نمیده به منی که مثلا میگم این طرح رو بزنیم خیلی برات بهتره. از این جور داستانا. حتی همین الانم مثلا تو کار گرافیک دیزاینم این مشکلاتو دارم، ولی دیگه خب بلدم چجوری باهاشون رفتار بکنم، ولی ترجیح دادم گرافیتیمو حداقل اینوری نبرم. اون یه خیلی آرت شخصی خودته. اوکی. داستان گرافیک دیزاین چی؟ اون چون دیگه احساس می‌کنم که یه مقدار نیاز به یه دانشی داره. آره ببین من وقتی که برگشتم تهران مثلا اون موقع جوینت و اینا مشتی میزدم، با دوستان بودم از صبح تا شب، مثلا چه میدونم کال آف دیوتی میزنیم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم. قبلش مثلا دانشگاه بودم، قبلش مثلا سر کار بودم، شبم می اومدم خونه میشستم یوتیوب فلان، خودم رو خودم کار میکردم. انقدر این کارو کردم تا یکی بهم فرصت داد، یه شرکتی بهم فرصت داد که بیام باهاشون تو تیمشون کار بکنم. از اونجا شروع شد. یکی از کسایی که اونجا خب بهتر از همه بلد بود شروع کرد بهم آموزش دادن. ریز ریز یاد گرفتم. یه مدت رفتم یه جای دیگه دوباره، هی همینجوری خودم هی کار میکردم رو خودم. یعنی حتی آموزش سلف استادی بوده. آره آموزش اونطوری که بگی کسی بهم یاد داده نبوده.
یعنی در واقع میخوای بگی که تجربه کاری که حالا یکی اون فرصت اولیه رو بهت داد، تجربه کسب کردن تو اون کار با تجربه که آره یعنی تجربی همه چی رو یاد گرفتم. با تجربه‌ای که داشتم هی گذاشتم روش و میتونم بگم هر روز کارم همینه، یعنی هنوزم همین کارو میکنم. یه چیز شده واسه. الان تایم بیشتر تو داری گرافیتی کار میکنی یا گرافیک دیزاین؟ الان به خاطر یه 6-7 ماه دیگه ای که چیز دارم، نمایش دارم، بیشتر رو خودم دارم کار میکنم، ولی خب مشتریام هستن و براشون کارشون رو انجام میدم و میفرستم و یه جورایی هم یاد گرفتم که تو خونه کار بکنم، برای کسی کار نکنم. یعنی تو خونه برای خودم مشتریامو داشته باشم و با اونا کار. مشتریام هم خیلی بهم اعتماد کردن که این کارو ممکن. خب بعد جالب شد یه سوال شخصی چون با همین قیافه‌ای که امروز اینجا حاضر شدی با مشتریات در ارتباطی؟ نه معلومه که نه خیلی نه میخوام بدونم که بمبم توی زندگی شخصیش همینقدر کسی نمیشناستش یا نه یه سری آدم هستن که داری یه سری کار روزمره باشون میکنی و درآمد زایی داری برای خودت؟ دقیقاً همین هست. آره و اونجا اوکی و کمتر اونا میدونن اصلا من کیم. یه سری از مشتری‌ها هستن که واقعا نمیدونن، اون مشتریایی هم که میدونن به این قضیه بمبم بودن من خیلی احترام میذارن و اصلا زیاد بولش نمیکنن. آره اوکی. یعنی در واقع اون امضا رو نمیخوان از تو جای دیگه؟ نه. بعد گفتی که نمایشگاه عجیب شد. نمایشگاه چی؟ من یه فکر کنم 7 سال 8 سال دارم روی موضوعی کار میکنم، یه سری پترن که همون پترنا یه سری اشکالی واسه من به وجود آورده، کلا جیومتریک. خیلی من بهش علاقه دارم از بچگی، هم مثلا هم هندسه هم همه جوره من به جیومتریک علاقه داشتم. سر همین با دانشی که داشتم از قبل، یعنی ریاضی که میدونستم و دانش کمی که توی گرافیک و نقاشی میدونستم، شروع کردم یه سری تابلوها و یه سری تصویرسازی‌های این شکلی کردم که استقبالم شد ازش و اصلا فکرش هم نمی‌کردم دوست داشته باشم. چند وقت این کارو می‌کنی؟ الان 8 سال شده، 8 سال. آره. یعنی پس ما باید کارهای تو رو بیشتر دیده باشیم، یعنی باید نمایشگاه بیشتری بوده باشه، درسته؟ نه راستش اونقدر نمایش نخورده که مثلا بهت بگم همش اینجا بودم اونجا بودم. و مثلا بیشتر جاهایی هم که شرکت کردم گروهی شرکت کردم، ولی مثلا فکر کنم 2 سال پیش یه نمایش داشتم، خیلی نمایش کوچیکی بود. بعد آندرگراند تور یا نه؟ چی؟ آندرگراند بود؟ نه چیز بود، گالری سو بود که باعث شد که مثلا بیشتر منو بشناسن و هنرمو بشناسن. حالا اگه بتونیم بهمون بگیم هنر. چرا بهش نتونیم بگیم هنر؟ عجیب شد. ببین چون واقعا تجربیه و رسیدن به یه سری تصویری که خاص باشن، یا مثلا تو ببینی بگی این کار منه، یا اینکه اصلا ارزش هنری داشته باشن، به نظر من سخته و من همش باش درگیرم. یعنی اصلا فکر نمی‌کنم که من هنرمندم. خب اوکی، من سوالم اصلا یه چیز دیگه است از تو. هنر برای تو چه شکلیه که به خودت نمیگی هنرمند؟ خب حالا نه اینکه به خودت نمیگی هنرمند، طبیعتا توی حالا حیطه‌های هنری داری کار میکنی. آره. ولی این حرفت واسه من جالب شد. چیه هنرمند؟ چیه که تو اون خودتو جزو اون نمیبینی حداقل الان؟ به این کاری که جذبت بکنه 2 ساعت نگاش بکنی، یا از اینکه تو خونت باشه لذت ببری، باشه ارتباط کامل برقرار بکنی، کار سختیه. خب اوکی، برای کسی اینو به وجود آوردن. خب همین من سوالم از تو اینه، من مخاطب دلم میخواد کار تو رو داشته باشم و میدونم که خیلی هم از اطرافیانمون که من میشناسم حداقل اینطوری هن. خب دقیقاً پس موضوع چیه؟ یعنی اگر بخوای طرف مخاطب رو در نظر بگیری، اون آدمو دلشون میخواد کارای تو رو. آره ولی میخوام ببینم چه فایتیه تو که اینو حداقل نمیبینیش. باز برمیگرده به بچگی من، چون که من این آموزش رو ندیدم، خب یه اعتماد به نفسی نسبت بهش ندارم. واسه همین سعی میکنم همیشه یه
چیزی خلق بکنم که هم آدما ندیده باشن ولی باز توش میمونم که مثلا این خاص هست، این چیزی هست که واقعا من باشم، این چیزی هست که آدما ندیده باشن. یه درگیریه، یعنی یه درگیریه که فکر کنم تا آخر عمرم باهامه، یعنی من هیچ کارش نمیتونم بکنم و خیلی موقعا شده که کارهای قبلیمو نگاه میکنم میگم این چه شتیه من درست کردم، ولی خب به هر کی که میگم مثلا ممکنه ریاکشن‌های مختلف داریم، همه که همیشه میگن خوبه و اینا، ولی نه این نیست واقعا. نه خب همیشه همه نمیتونن مخاطب آدم باشن، این یه چیز طبیعیه. سلیقه‌های مختلف وجود داره رو کرده. دقیقاً من اینو متوجه نمیشدم تا وقتی که یکی از دوستایی که تازه هم باهاش رفیق شدم و خیلی با هم دیگه رفیقیم، الان با هم دیگه هم زندگی میکنیم، اینو بهم گفت، یعنی گفت تو همه رو نمیتونی راضی بکنی. دقیقاً. و من همیشه با خودم میگفتم نه من باید همه رو راضی بکنم. یه سوال من خیلی از کودکیه داشتی حرف میزدی و من فکر میکنم که یه بخش زیادی از حالا کاری که تو امروز داری میکنی درگیر اون کودکی است. خب حالا نارسیایی که وجود داشته، سختیایی که وجود داشته، یا حتی اصلا چیزای اوکی که بوده، خب یه ذره از اون برامون میگی چه خبر بوده مگه در کودکی تو؟ ببین ما یه بازه زمانی بوده که فکر کنم خیلی همون تجربه کردیم، پدرسالاری وجود داشته که و کوچیکی ما، یعنی کوچولو بودن ما، بچگی، آره بچه بودن ما، که خب به خاطر خام بودن خودمون، به خاطر اینکه افکارمون رو، من میگم مثلا من مورد اعتماد به نفسی دارم و حتی تو اون موقع من اینجوری بودم که آقا من این کارو بکنم به نظر خودم کار خوبی بود، ولی خب پدر من به من میگفت کارت کس و شعره. یه دفعه گفت، یعنی من اومدم از رشته قبلیم چی میگم بهش؟ انتقالی؟ نه انتقالی نه، مثلا کلا دراپ اوت بکنم، خب بیام بیرون انصراف بدم. و بابای من اینجوری بود که ببین اول از همه این که اگه این کارو بکنی من باید کاری ندارم، دوم از همه کارات کس و شعره. یعنی چی؟ این دایرکت اومد اینو گفت. آره دقیقاً اینو گفت. و خب دوباره اون موقع شانس خوبی که داشتم، یه دوست خوبی داشتم یه دوست خوبی داشتم که اون به من گفتش که ببین اینا همیشه اینو میگن، تو خودت چی میبینی؟ و اگه اینو به من نمیگفت من شاید اینجا نبود. یعنی همون راه قبلی رو ادامه میدادی. آره دوباره یه بوست اعتماد به نفسی منو کرد و گفتش که ببین برو پیداش کن، بجنگ پیداش میکنی. و درست گفت که نمیتونم بگم پیداش کردم، نه ولی حداقل تو مسیرشی دیگه. تو مسیرش خودش. خب یه سوال، امروز چی؟ امروز هم هنوز نظرش اونه؟ نه امروز اصلا نظرش این نیست، یعنی همه جوره ساپورت میکنه و دوست داره که من به اون چیزی که میخوام برسم. چرا چه تغییری کرد؟ میدونی چرا چه جنسی سوالم؟ چون خیلی این دغدغه رو دارن. خب آره دقیقاً. و یه ذره راجبش بیشتر توضیح بده حتی. تا بحث اینا شد سری سیگار رو پیچیدم و ردیفه. حالا عرضم به حضورت که الان سوالت یادم. سوالم اینه که گفتم که الان هم هنوز همون روی کردو داره. نه الان اون روی کردو نداره، به خاطر اینکه خب میبینه چجوری آدما نسبت به من ریاکت میکنن، کار من چجوری داره شیر میشه، با کیا دارم کار میکنم و سر همین دیگه مشتاقه. یعنی میگه که تو خودتو کشوندی بیرون از اونجا و کاریه که واقعا میخواستی بکنی و میخواستی از اول بکنی و بعضی موقع هم حتی میگه که شاید از اول میذاشتم این کارو میکردی بهتر بود، ولی اون موقع فکرش یه شکل دیگه بود. حق میدی بهش؟ ببین حق که پدره دیگه، به هر حال چرا ندارم. اونم یه جوری فکر میکنه، منم یعنی آدمیزادم هست دیگه، خب معلومه خوبیش اینه که میفهمه،
و تغییر کرده. اگه تغییر نمی‌کرد خب خیلی ما فاصله می‌گرفتیم از هم دیگه. و خب شاید من اینجایی که باید میبودم نمیبودم، چون که یه سری دردسر ذهنی داشتم از سمت خانواده که همش داشتم بهش فکر میکردم. ولی امروز بهمن اونا حل شده تا حد زیادی. خیلی حل شده، اصلا وجود نداره، یه جوری وجود نداره. خب همین فکر کنم یه بخش زیادی از ذهنت خالی میکنه برای اینکه بتونی به کاری که میخوای برسی. چون یه تاییدیه که این ناخودآگاه انگار همه ماها میخوایم و تایید مهمی هست. دقیقاً. و یه چیزی بهت بگم، بعضی موقع به این فکر میکنم که کار بدی نکرد، اتفاقا یه کاری کرد که من بیشتر خودمو نشون بدم و بوست بکنم خودمو که بشم اون آدمه. پس ناراحت نیستی؟ اصلا خفنم هست. چون فکر کنم همه آدم‌ها این چالنجر رو اولش دارن. و نمیدونم چیه که شکستشون نمیده تو این مبارزه. یعنی با تک تک آدمایی که من صحبت میکنم به حال این مشکلات رو با خانواده دارم به خاطر اون طرز فکر، ولی خب امروز موفق شدم و خانواده هم امروز کنارشون اوکی. آره. چون دو تا بحث دیگه، یکی بحث جنگ با خودته، یکی بحث جنگ با اونه. یعنی هم باید خودتو آروم بکنی که تو باید این کار رو بکنی، نه اینکه مثلا خب پس اینا میگن پس بشینم اینجوری هوا کن و اینا. یکی هم نشون دادن به اوناه که بگی آقا دیدی شو بهت گفتم میشه. خب بعد یه سوال، توی این پروسه از آدمایی که اطرافتن خب کجاها دلگرمی دیدی و کجاها اینطوری بودن که حرف باباتو بیشتر تصدیق میکردن؟ خدا رو شکر دوستایی که داشتم همه میگفتن کاریو بکن که دوست داری، یعنی هیچکی نمیگفت مخالفت کسی نمیگفت، هیچ کس. واقعا همه دوستای من از بچگیم ساپورت هم کردن. نه این خیلی خفن بود، چون مثلا سمی دور خود جمع نکرد. نه آخه باحالیش هم این بود که همه حال میکردن، همه بهم اجازه میدادن حتی تو خونه هاشون این کارو بکنم. حتی بعضی جاها با من پوز میدادن و خیلی خفن بود. یعنی همین این به من خیلی کمک کرد که برم سمتش، مثل اینکه درسته. گرفت. توی پروسه‌ای که امروز میگذرونی و یه کار خلق میشه، چه چیزی تو ذهنت اتفاق میفته؟ یعنی میخوام بدونم که بم صبح که خواب بلند میشه خب میگه اوکی من امروز برای نمایشگاهم باید کار بزنم. پروسه استارت یه اسکچ و در نهایت فاینال شدن چه شکلیه تو با چه چیزایی دست و پنجه نرم میکنی؟ ببین اول از همه این که من اسکچ اولیه رو کلا تو مغزم میزنم، یعنی 3 روز طول میکشه تو مغزم، هی اینو دارم باهاش درگیرم، هی میزنم. خب همین قبل این که اسکچ رو بزنی پروسه خلق تصویر تو ذهنت چه شکلیه؟ ایدت از کجاست؟ الهامت چی الهام بخشه برای تو؟ ببین هر چیزی میتونه باشه، فقط مثلا چه میدونم مثلا نمیدونم چه شکلیه، یه تصویری رو یا تو ذهنم میبینم یا بیرون روی یه دیواری میبینم یا از یه معماری میبینم یا از یه تکراری میبینم که باعث میشه که بگم من از این میتونم استفاده بکنم تو کار خودم. و مثلا خب اون خامیه اول درست میشه، بعد میگم دوباره اسکچشو من هی دارم میذارم تو مغزم تا یه جای آروم پیدا میکنم، یه زمان آرومی رو پیدا میکنم که نه مشتری رومه نه کار دیگه ای دارم، خودم و حس و حالش هم دارم، یعنی انرژیش میاد خودش میگه که الان وقتشه، میشینم پاش و خلق میشه. بعد متریالت برای خلق چیه؟ متریالای مختلفی استفاده میکنم. خب اول از همه این که خب به خاطر اینکه گرافیتی آرتیستم و میخوام کاری که توی گالری، اول از همه اینو من بگم که کاری که من تو گالری میبرم سعی میکنم اصلا هیچ ربطی به خیابونم نداشته باشه. یعنی خیابونو از گالری جدا یه اسم دیگه، یه شکل دیگه، یه فرم دیگه، هم یه اسم دیگه، ولی خب دوباره برمیگرده به من، یعنی آدما میفهمن که منم که دارم این کارو میکنم. یه اصلا شکل دیگه با یه فرم دیگه
ولی داستان اینه که از همون آموخته هایی که داشتم از گرافیتی سعی میکنم استفاده بکنم این ور تا اونا رو درست بکنم. متریالی هم که باش کار میکنم یا چوب، یعنی نقاشی رو چوبه، کلا میکس مدیا کار میکنم. نقاشی رو چوب پلکسیه، یه سری پرینت دارم که دوباره برمیگرده به گرافیک دیزاینی که بلدم، از اون استفاده میکنم میارمش این و حالا یه سری متریال جدیدم دوست دارم کار بکنم که فکر کنم بیارم، مثلا کار با فلزه که اونا رو اسید و فلز و جوش و آره جوش و این چیزا که فکر کنم توی این شو اگه بشه حتما میارمش. ولی هر چی دستم بیاد، هر چی دستت بیاد کاملا آزمون و قطعی میره. آره دقیقاً. خفنه. و رو دیوار چی؟ اسپری؟ رو دیوار فقط اسپری. ولی مثلا بچه تر بودم چه میدونم استنسیلم کار کردم خیلی، حتی ویت پیست هم کار کردم. پیست آپ بهش میگن، کاغذیه که میچسبونی با سیریش تمام میری، که دوباره اون گرافیک دیزاینر رو کار میکنم میارم میدانمش. الان ولی تمرکزت رو دیوار روی فقط اسپری؟ آره فقط اسپری. دوست دارم توی رو دیوار یه چیزی رو خلق بکنم، یه حس فلزی رو خلق بکنم که قبلا هم هی این کار رو میکردم ولی قبلا اون جنس رو نمیتونستم درست بکنم. الان با چیزایی که یاد گرفتم دارم سعی میکنم که اون جنس رو بتونم درست بکنم. یه جنس فلز جیوه‌ای طوریه که اینو نقاشی که کلمه درستی نیست، این رو خلق بکنی با اسپری یا نه یه اسپری باشه که این حس رو به تو بده؟ نه خلق بکنم با اسپری، یعنی مثلا نقاشی دیگه، یه نقاشیه که انگار داری فلز رو میکشی، داری جیوه رو میکشی ولی با اسپری دارم میکشی. خب استاد دور نشیم از گرافیتی. خاطره باحال داری ازش؟ خاطره باحال یه دفعه با یه سری از بچه‌ها رفته بودیم سمت نواب بامبینگ بکنیم، مثلا کل نواب بریم. بعد یه جا بود من و یکی از دوستام، حالا شما هم میشناسینش، فاکر، گفتیم اینو بریم بالا. بعد بریم اون بالای یه چیزی بود، یه از این کولرهای توی دیوار هست، کولرهای آبی قدیمی، بریم بالای اونجا کارمونو بزنیم. من رفتم، حسام بعد من اومد، من دوباره رفتم بالاییش، یعنی همینجوری پله‌ای میرفت بالا. من رفتم رو بالایی وایستادم زیرم خالی شد. چه؟ زیرم خالی شد. ارتفاع چقدر؟ فکر کنم 2 طبقه 3 طبقه. خب فقط دستمو گرفتم، به میله دستمو گرفتم وایستادم، خودمو سریع جمع کردم و حسامم کمکم کرد و اومدم پایین. انقدر آدرنالین ترشح شد که بعدش رفتم یکی از تابلوهای بالای نواب پشت تابلوها رو دادم، تابلوهای راهنمایی رانندگی که مثلا میگه کجا از این سبزا بزرگ. این یه خاطره بامزه. پلیس چی تا حالا دنبال؟ پلیس که نه اونجوری که دنبالم بکنه، ولی یه دفعه مست بودم بعد بازی ایران اسپانیا هم با 2 تا سگ و دوست دخترم داشتیم راه میرفتیم توی بهشتی. من دستم مارکرم بود و شروع کردم هرچی باکس برق بودم اینجوری تپ 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 زدم. سومیه که زدم دیدم یه سمند وایستاد سفید، من اینجوری بودم به دوست دخترم گفتم سگا رو بگی برو من میرم سمت اینا. که خودم رفتم سمت اونا گفتن این کیو؟ گفتم این هیچ کی نیست آقا، خانومم داره میره خونه، بیا منو مگه من کار بد نمی‌کردم، بیا منو بگیریم بریم. که منو گرفتم بردن و حالا دوست دخترم زنگ زده بود مثلا ساعت 12 شب، یکی شب بابای من خواب زنگ زده به بابام که حالا امیرعلی رو گرفتن. و بابام گفتش که خب فردا میریم دنبالش دیگه، بگی بخواب شب بخیر. نگرانی زیاد. آره بابام چون عادت داره دیگه. ولی خب مگه زیاد اتفاق افتاده؟
خیلی جاها گرفتم که مثلا بابا مجبور شده بیاد، ولی این یه کمی از همه ترسناکتر بود. جایی که رفتم و حرفایی که زدم و با آدمایی که برخورد کردم. یه تجربه ترسناک دیگه هم داشتم که پای دیوار اومدم بالا سرم، با یکی از دوستای دیگه هم بودم، البته که بیشتر بودیم. ماها دیدیم اینا اومدن و فهمیدیم که اینا این کارن. خب به بچه‌هایی که سنشون کمتر بود گفتیم شما برین دیگه، ما وای میستیم با اینا دیل بکنیم دیگه. 3 نفر بودیم که اومدم بالا و بازجویی و فلان و فردا بیا و همه این کارا رو کردیم و خدا رو شکر اونا هم آدمای با فرهنگی بودن، فهمیدن ماها کیم، اومدیم نقاشی بکشیم، موردی نداریم و حتی رفیقمون هم شدن. چون واقعا مضمون چیزایی که شما میزنید رو دیوار بد نیست. بد نیست که ما رعایت میکنیم دیگه، یعنی ما که نمیخوایم بلبشو بکنیم. همین، نه سیاسیه نه مثلا فرم اجتماعی زننده‌ای داره. نه واقعا هیچ کدوم از اینا نیست تا جایی که من میدونم. آره و واقعا از اول دوست داشتیم فرهنگ سازی بکنیم. حالا خب یه سری چیزا هست مثل فلکس کردن و فلان و اینا که وجود داره، تو هر فرهنگی هم وجود داره، ما هم باید اون فلکس رو بکنیم. ولی کلا همیشه من از اول دوست داشتم یه فرهنگ سازی بکنم و خب به خاطر اینکه یه سری آدمایی اومدن تو زندگی من که خب سنشون از من خیلی کمتر بود، من اینجوری بودم که خب من باید یه نمونه‌ای باشم دیگه، نباید الگوتور. آره نباید یه کاری بکنم که بدتر بشه. سر همین یعنی در واقع مثل شاگرد بودن برات یا نه اسیست همکار شاگرد همکار. نه همکار بودن، ولی خب نگاه میکردن، هنوزم نگاه میکنن، ولی الان دیگه برادر من دیگه. خیلی نزدیک شدیم. آره خیلی نزدیک شدن، همین جوری هم بیشتر هم دارن میشن، آدمای مختلف بیشتر. چند وقتیه دوی راه میری 500 نفر آدم پشت. انقدر دوست دارم یه عکسی بگیرم که همه باشم پشتم، یعنی خیلی یعنی خیلی بهش فکر کردم. تیم بگیره. آره یه عکاس داریم میخوام بهمون بگم اگه بشه اینو بگیره. آقا یه سوال، این که آیا شما توی موزیک هم فعالیت داری یا خیر؟ من تو موزیک به صورت مستقیم فعالیت ندارم، باز به خاطر اینکه خب تو یه فرهنگی بودیم که همه داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، یه سری موزیک کار میکردن، یه سری نقاشی کار میکردن، یه سری پارتیکون بودن اصلا. سر همین افتادم تو یه جریانی که با همه این آدما آشنا شدم و تو خود حوزه موسیقی کار نمی‌کنم، ولی باش در ارتباطم کامل. یعنی خودت کار موزیک نمی‌کنی؟ نه خودم افرادی که تو این حوزه‌ن کمک می‌کنن. آره هم کمک می‌کنم، هم خب بصری هم دیگه، یعنی یه چیزی هم که چه می‌دونم آلبوم کاور فلان، ولی بغلش با یکی از دوستای دیگه‌ام یه رکورد لیبل کوچیکی زدیم که توش مثلا دوست داریم آرتیست‌ها رو ساپورت بکنیم، حالا هر چقدر که جیبمون برسه. هم فاند مالی دارید، همین که آره تو لیبل میارینشون بالا و پروموتشون. دقیقاً چیزی برای خودم من شخصا نداره، فقط اینکه بتونیم کمک بکنیم یه کاری انجام بشه با یه کیفیت خوبی که کسی ندیده و آندرگراوند باشه و آندرگراوند واقعی باشه، نه از این آندرگراوندایی که اوورریتده. مثل کی؟ اوورریتد ها معلومن دیگه، مثل همه کسایی که الان بیزینس دستشونه. ما بیزینس نمی کنیم، ما میخوایم یه موسیقی درست بکنیم یا یه چیزی رو به مخاطب بدیم که خاص باشه و نه فقط اینجا خاص باشه، واسه گوشه ایرانی خاص باشه، تو دنیا خاص باشه. گرفتم. یعنی خیلی خودتو محدود به این مرزه نمی‌کنی؟ نه اصلا، دلت میخواد خیلی بالاتر و بزرگتر. آره اصلا یه اینجا رو من نمیخوام، یعنی خواستنش که میخوام و دم همه گرم که ساپورت میکنم، ولی ما اگه بخوایم چیزی باشیم باید تو دنیا باشیم. خب یه سوال، با توجه به این حرفت میخوام بدونم که شده بخوای از ایران بری؟ بارها. خب پلنی داری واسش؟ نه نشده راستش که برم، یعنی پلنه رو ریختم رفتم سمتش، جواب نداده. آخرین
چیزی هم که کردم فکر کنم پارسال بود، پارسال آخر تابستون بود اون موقع این کاری کردم، فکر کنم نه پاییز بود که جواب نداد، گفتن که نمیخوایم و من دیگه سعی نکردم. ولی اگه حال بخوام قلبی خودت اینه که بری. آره، ولی رفتن من به معنی این نیست که برم اونجا زندگی بکنم و همه چی بسازم، نه، برم یه چیزی یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم، برمیگردی به خودم یه 2 کیلو اضافه بکنم، برمیگردم دوباره اینجا. چون کار اصلی تو اینجا در واقع می‌بینی، رسالت اصلیت اینجاست. آره دیگه، داستان اینه که من اینجا باید یه چیزی بشم که تو دنیا یه چیزی چرا؟ بشم. ببین خیلی آخه صحبت به نظر شخصی من درسته، خیلی الان این طرز فکر رو ندارن. دلم میخواد بدونم که بمبم چی فکر میکنه که چرا باید برگرده و اینجا کار من اولین دفعه‌ای که از کشور خارج شدم دعوت شدم فرانسه که برم پاریس مثلا یه سری کار انجام بدم. وقتی رفتم اونجا آرتیستا رو دیدم، کیفیت کار رو دیدم، ما خیلی کار داریم. من اگه بخوام بیام بغل اینا وایستم، من یه آرتیست خارجی ام تو خارج از ایران که باید مثل اینا کار بکنم، ولی تو کشور خودم میتونم خیلی بیشتر پیشرفت بکنم، بیشتر مطرح بشم و آدما بیشتر منو بشناسن به عنوان یه ایرانی که تو ایران داره این کارو میکنه در سطح جهان. بهتر دیدم که این کارو بکنم. خیلی اوکی، خفن بود، دیدگاه خفن بود، دمت هم گرم. یه سوال باحال، شاید هم باحال نباشه. بمبم از صبح که بلند میشه تا شب که دوباره بخوابه چی کار میکنه؟ روند زندگیش چیه؟ دنبال چیه؟ یه روز عادی یه روزی که یه روز عادی من که ایدئال منه، آره، صبح پاشم کارهای خونمو بکنم، به گیاهام یه سری بزنم، گربه‌مو غذا بدم، بشینم پای کار خودم، بشینم کارمو بکنم، ناهارمو بخورم. همین یه روال عادی درست حسابی که الان پلان اصلی اینه که برم توی کارگاه و نقاشی بکشم و کارا رو درست بکنم. ولی چون کار من اول از دیجیتال شروع میشه، یعنی من کار دیجیتال انجام میدم بعد نقاشیشو بهش میرسم، سر همین الان فعلا اینه. ولی ایدئال ترینش اینه که من دیگه برم صبح پاشم همه این کارا رو بکنم، برم توی کارگاه تا شب یه خونه. آره دیگه بگیرم بخوام، یه دوش و یه خواب. رابطت با رفیقات چطوره؟ هنگ اوتتون و اینا؟ رفیقای قدیمی که پیچیدن؟ چرا؟ انقدر درگیری ذهنی دارن و انقدر ما توی این، من الان 34-5 سالمه، توی این مدت انقدر همه فشارهای مختلف بوده، کارهای مختلفی کردن با خودشون که یه جورایی رو هم رد دادیم و دیگه نمیتونیم هم دیگه رو تحمل بکنیم و خب حرفایی زده شده که الکی بوده. سر همین با رفیقای خیلی قدیمیم خیلی در ارتباط نیستم، بیشتر زنگ میزنیم به هم دیگه، از هم دیگه یه خبری میگیریم. هنوز میتونی رو کمکشون حساب کنی؟ ببین راستشو بگم من هیچ وقت ازشون کمک خاصی نخواستم، همیشه کمک بودم. حالا پس فردا نگن داره چرت و پرت میگه، ولی واقعا فکر میکنم این بوده و الانم میتونم بگم که رو کمکشون حساب نمیکنم. من راستشو بگم رو کمک رفیقام کلا حساب نمیکردم هیچ وقت، چون کمکی نمیدیدم اونجوری. خیلی وقته که فهمیدم، خیلی وقته که فهمیدم فقط برای روزای خوشی و خوشحال بودن و پارتی کردن و کنار هم بودن و دقیقاً همین. یه سوال بمبم، نوشتن خب توی پروسه خلق آثار تو چه نقشی داره؟ آیا اصلا میری سمتش؟ نوشتن روی کاغذ نوشتن، یعنی مثلا میخوای به یه تصویر برسی یا میخوای به یه کاری برسی برای پلن کردن، هر چی، رابطت با نوشتن چطوره؟ خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی خیلی کم، بیشتر چه میدونم رو نوت انجام میشه یا نگرش میدارم این تو. رابطه خیلی خوبی با نوشتن ندارم، بیشتر نوشتن برای من
تسکایی که دارم بنویسم. پلنینگ تور بشه. آره پلنینگ تور. ولی رابطه خیلی خفنی با نوشتن نداشتم هیچ وقت. همیشه دوست داشتم این کار رو بکنم ولی وقت اجازه نمیداد. یه خوردم تنبلی و کنگوشادی خودم. حالا یه موضوع این که بدترین تو مخترین در واقع چیزی که خودت برای خودت هست. تو مخترین یعنی خودت اینطوری که بابا این چه کوفتی من دارم. دو تا چیز فکر کنم. دو سه تا چیزه. یکی کنترل اعصاب پایینمه بعضی جا. یکی دیگه تنبلیمه که تنبلی هم نیست، یعنی اینجوری هم که باید یه تایمی واقعا بره بعد کار بکنم. یکی دیگه هم ورزش نکردم. دوست داری و نمی کنی؟ آره خیلی. جدی؟ چه ورزشی؟ هر ورزشی. من خیلی ورزش میکردم. جدی؟ خیلی ورزش میکردم ولی از یه جا به بعد انقدر کار کردم که ورزش نکردم. بعد یه مدتی هم کارم یه جوری بود که انگار خودش ورزش بود، یعنی همش باید از یه جایی میرفتم بالا کار میکردم و خب دارم به خودم فشار دیوار کار کردم. آره. فشار داره. ولی ورزش نکردن خیلی تو مخمه. باحالم نیست، یعنی یه سری چیزا هم برام باحال نیست. باشگاه رفتن ورزش کردن اصلا تو مخمه. خیلی دوست دارم باشگاه ورزش کردن ولی آدمو روخی که میگیره خیلی بدم میاد. جلو آینه جلو بازو. آره اخمی که میکنن تو آینه اصلا میره تو مخ. نه خفنه. اخم نکنی جلو آینه. اون نشون بده خودشو. خب از بخوای شروع کنی با چی شروع میکنی ورزشو؟ تو خونه ورزش زندانی طور دیگه. یه 2 تا دمبل و پوشاپ و وزن خودم و یعنی بهترینش مثل هم پروسه یادگیری کاراته. خیلی سلف استادی طوری میری جلو. مثلا 4 تا پوشاپ برام فرق کنمش 8 تا. دقیقاً خفنه. آقا کم کم سوالای آخرمونه. بریم سراغ این که امروز کسی که داره این ویدیو رو میبینه و این پادکست رو گوش میده دلت میخواد که چی از بمبم بشنوه و چی از بمبم به یادش بمونه؟ تنها چیزی که من دارم اینه که خودت بودن است. یعنی خودت باش، ادای چیزی رو در نیار، بهش میرسی. یعنی اگه میخوای اون خودت باشی بهش میرسی. ادای چیزی رو در نیار، هر چقدر ادا در بیاری گمتر میشی. یه زمانی خب منم بچه تر که بودم ممکن بود این کارا رو بکنم، ولی مثل چی میتونی مثال بزنی؟ چون حرفت درسته، میخوام ببینم که چجوری میتونیم ارتباط بیشتری با حرفی که داری میزنی برقرار کنیم. ببین نوع رابطه ها بوده که مثلا خب با یه سری از دوستایی میگشتم که مثلا دوباره بزرگ شدنش یه جور دیگه بوده و من میخواستم خودم رو جا بدم اون تو، یا اونا میخواستن که من اونجا باشم ولی دیدم که من جام اونجا نیست. مثلا نمیخوریم به هم دیگه، چرا این کار رو بکنیم؟ و وقتی فهمیدم خودم چه شکلیم، خودم چی رو دوست دارم، خودم چه مدلیم و سعی کردم بهش برسم، فهمیدم که بهترین کار اینه که خودت باشی. مثلا برای چیزی که برای تو نیست الکی نجنگی. نمیخواد ادای چیزی رو در بیاری، خودت باشی خفن ترین چیز. دیگه دمت گرم، صحبت خفنی بود. و اینکه چی دلت میخواد آدم ها یا افرادی که دور دارن دنبال میکنن، چیزی که شاید تا امروز مستقیما بهشون نگفتی از طرف خودت، یا یه برداشتی میتونه از تو باشه یا نمیدونم یه دیدگاهی از تو باشه که دلت بخواد بدونم. ببین انسان بودن، آدم بودن از همه چی مهمتره که دوره برمیگرده به خودت بودن. انسان باشیم، هر کی هستیم انسان باشیم، فقط آدم باشیم درست حسابی. درست حسابی خیلی حرف توشه البته. آره
درست حسابیه باز خوبی و بدی داره که برای هر کسی خوبی و بدی معنی داره، ولی انسانیت، آدم بودن کار سختیه، خیلی کار سختیه. تنها چیزی هم که فکر کنم وقتی که تو این زمانه، این بازه‌ای که من دارم زندگی میکنم تا بمیرم میمونه، انسان بودنمه که تو این زمان با همه آدم ها دارم، و یعنی بعدش که دیگه فقط یه سری کاره کردم. میفهمم. و بم تا چند سال آینده باید چی ازش انتظار داشته باشیم؟ کجاها ببینیمش؟ چی ازش انتظار داشته باشیم و چی کارو قرار بکنیم؟ ببین واقعا این نمیتونم جواب بدم، چون تجربی زندگی کردم، باید بهش برسم و نمیتونم بگم من مثلا 10 سال دیگه اینجا. نه حالا هواش هم نمیتونی بگی، مثلا مودت. نه نمیتونم بگم، چون هر سال که میگذره اصلا هی بیشتر عوض میشم، خودم میفهمم، طرز فکرم عوض میشه، چیزایی که هی دارم تغییرش میدم و یه چیزی که هست، من حوصله‌ام سر میره زود سر یه سری از موارد تو زندگیم، سر همین هی تغییرش میدم و انقدر چی میگن چکشکاریش میکنم تا بهش برسم، ولی نمیتونم بگم چی میشه چون اصلا معلوم نیست. پس با توجه به این صحبت تو رول مدل خاصی هم نداری فکر کنم، از آرتیستی یا از بازیگری یا از آدمی؟ هیچ کلا تحت تاثیر از بیرون به عنوان که یکی بت قرار بدی وجود نداره؟ نه بت وجود نداره، ولی از آدمای مختلفی حرف شنوی دارم، مخصوصا یه سری از رپرایی که اصلا ایرانی هم نیستن، خارجی هم، و اصلا تو روزمرگیم لیریکساشون میاد تو مخم، میخونمشون، با اونا میرم جلو. یعنی تنها چیزی که میتونم بگم اینه، ولی اونا هم رول مدل من نیستن، بیشتر تکستا و اون مفاهیمی که روشن صحبت میکنن مثلا است. دقیقاً، چون چیزاییه که اونا هم بهش رسیدن، چیزاییه که دوره برای انسان بودن و آدم بودن ازش دارن یاد میکنن و همه چالش من فکر کنم بیشترین چالش من اینه که من بتونم تا آخر عمرم آدم باشم. دمت گرم. چاکرت. خیلی زیاد گپ و گفت ردیفی بود و باحال بود، خیلی زیاد. من که خیلی حال داد. منم خیلی حال کردم، چون من یه مدتی هست که تو رو میشناسم، فکر کنم 6 ماه 7 ماه. و خب اولش هم خیلی رو راست بخوام بگم یه گار داشتم که این چیه مثلا چه جوریه. چون بالا خیلی در درجه اول وقتی یکی میبینتت یه آدم سفتی هستی که بالا محترم ردیفه، ولی اصلا نه متوجه میشه چی میگه، اصلا دیپ نمیشه شد توت. و خب این 6-7 ماهی که من باهات رفاقت کردم تمام واقعا جز آدم خفنی. دمت گرم. مرسی که قبول کردی. مرسی از تو که اصلا گذاشتی من حرف بزنم و سوالایی هم که پرسیدی و بحثایی که شد خیلی بحثای درستی بود. من شده مثلا با آدما برم بشینم مصاحبه بکنم، ولی تا حالا این شکلی نبود. دمت گرم. دمت تو گرم. قربونت برم. مرسی. مخلصتم. بچه‌ها این پادکست هم تموم شد. طبق روال همیشه ما به حمایت شما نیاز داریم، پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا هفته دیگه میبینمتون. خداحافظ.